سلام. امروز یه نمونه از شلنگ های تولید جدید بازار به دستمون رسیده. متاسفانه کیفیتش بسیار اومده پایین. البته تو این اوضاع گرونی که واقعا دلار به این حد بالا رفته و مجبور شده تولید کننده کیفیت بیاره پایین. روکش رو را حذف کرده، رزینه قسمت پرسه حذف کرده، بوش پرسه بسیار ضعیف، اورینگ های بسیار بدون کیفیت. تو این شرایط که قیمت یک شارژ ماشین حالا در خودروهای پراید و پژو بین 2.5 تا 3 میلیون تومنه، استفاده کردن از این شلنگ های بدون کیفیت واقعا کار اشتباهیه. شلنگ هایی که ما تولید میکنیم همچنان با کیفیت قبلی، جن های 5 لایه داخل تفلون، روکش حرارتی، بوش پرسه استاندارد 1.2، رزین قسمت پرس، اورینگ های تایوانی استاندارد، همگی تولید شده با کیفیت بسیار بالا، همراه 1 سال گارانتی، با قیمت بسیار رقابتی. جهت ثبت سفارش دایرکت پیام بدین. در ضمن اگه دوستی داری که دوستای تو این شرایط ضرر نکنه، این پست براش بفرست تا بدونه محصولی که داره با این قیمت تهیه میکنه با چه کیفیتی هست که دچار ضرر در سال آینده نشه.